مراجعت به تاجیک پسران سرسان کوچه های غربت. کار دنیا همه قرض است. من جدی میگویم و دیگران شوخی میپندارند. یک مشکلی پیش آمده که این رو شما برادران عزیزی در روسیه قرار داشته میتوانید حل و فصل کنید. نشانی رحیم غربی در کار شده است. حیاتشو خودش گرفته است که دیگر نه با تلفن ها جواب میده نه خودش نشان میده. این بیچاره همسایه ما مسافر قربان بعد اون که در کوهستان برق خاموش کردن مشکلی سخت به سرش آمد. میخواه با پایتخت کوچک موقتا تا بهار یگان خانه نسبتا ارزانتر یافته اجاره شیند، چون که دیگر در دیه در تاریکی ایستاده نمیتواند. برای او دو تا خدمتگار در کار، یک گاوجوش و یک پادوان که گاو مال او تا بهار نیست نگردند. بعضی خامخیال ها از مسافر ایراد میگیرن که بچه های خودش چیکار میکنن. بیچاره همگی 6 پسر دارد. 2 نفرش از روسیه دپورت کردن اومدند برای اینکه بیکار نمانند راحت گرفته به زیارت خانه خدا رفتند و این وقت که سفر حج ارزانتر است مقصد دارند تا حج اکبر زندگی رو آنجا گذرانند و 2 پسر دیگرش که در امریکا قرار دارند اونها بعد سر قدرت آمدن ترامپ که اعلان داشت که مهاجران رو از امریکا برون میسازد تیاری به کره رخت سفر بستن دارند. دیگر امکانیتی به دیه نزد پدر و مادر آمدن ندارند. خردشون در آلمان قرار دارد. او با کارهای ترغیباتی بین دولتی مشهور است. از کجا وقت می‌یابد که با خدمت پدرش تابد. فرزندی از همه کلانشان باشد در پایتخت بیچاره یک خانه زمینی در مرکز خرید. نه اکنون یک سازمان بین الخلقی پیدا شده است که خانه رو به اجاره گرفته $5000 هر ماه اجاره پولی میدهد. از اون کارهای خودش سازمان میدهد و خودی او هم تا حال خانه اجاره ارزان میکافت. خیریت که در یک گوشه شهر در 1500 سومان یافت است. وعده کرده است که برای پدر و مادرش هم شاید چنین خانه ارزان پیدا شود. و هر حال اونجا هست شرایط زندگی کردن. از شما التماس همین که کمک کنید ما رحیم غرمی را پیدا کنیم. هیچ نباشد یگان رقم تلفنش رو پیدا کنید که جواب میدهد. تلفن های پیشینش رو نمیبردارد. از رفتش چطوره که همسایه ها میگویند خودش رو گرفته است دیگه مردم تاجیک پسند نمیکند. اگه این کمبغل همسایه ما چیکار کند؟ خاطر این گاو مالش که در دیه میمونند همگی 4-5 گاو جوشا دارد 10-12 بز بزغالا و گوسفند اینو مرغ و چرغ اینو رو نگاهبین کردن در کار. اگر کمک میکرد یگان کسی که از مهاجرت یعنی از روسیه اخراج شده است مبلغ گذاری میکرد یعنی سپانسور میشید و آنها می اومدند خدمت مسافر رو به جا می آوردند و مسافر برای اجاره شینی و پایتخت میرفت. بیاید یک کمک کنیم یک کار خیر انجام دهیم تا اینکه یک ساکن کشور آزاد زندگی کرده توان.